هر الکترود برای یک کاربرد خاص طراحی شده. E6016 انتخاب مناسب برای ورقهای سبک و کارهای عمومی. E6010 و E6011 مخصوص نفوذ عمیق و پاس ریشه. E7018 برای سازه‌های سنگین و جوش‌های مقاوم. E7024 سرعت بالا، رسوب زیاد، مخصوص جوشکاری تخت. الکترود استنلس برای فولاد ضد زنگ و محیط‌های خورنده. الکترود چدن راه حل تعمیر قطعات ریختگری و ترک خورده. الکترود سختکاری برای مقاومت در برابر سایش و ضربه. انتخاب اشتباه یعنی ترک، تخلخل و دوباره کاری. جوش خوب از انتخاب درست الکترود شروع می شود.